از معتقدم او تحصیل کردید مجی دوچار فرقه گرایی فرقه گرایی است بر قضا از فکر کم نخبه میت سنتی زورتر جامعه پیش بده مثلا هم بچینه دو سرانیت اشایر یا علمای دین زور راحتر تشون گل مرکز ارتباطی بگیرن حتی نی آروکه از نوعی آروکه زور حالا ما جایگاه که اجتماعی بیده بشیم گه شخص اول استان مراوده اصلا من دسترسی نیم و از طرف شاه دینان در دشتکی دو آخوتن کرده نگاه هم اگر کار کردی بیتن زور چیتره یعنی هم دو هندی نبین که کمیتی بحث قضیه کن بحثا کیفیت و رفتار هم بکن چیتره کنم کرد ببخشید خدمت رو که خواهر عرض کنیم حالا جناب دکتر در چند مطلب تعامل کنیم در حق از وینه بجیم حالا بحث روشن فکری از کشی حالا اختلاف من جناب تا جناب تا خواهی سر مصداق را هستید بجیم مثلا ایکس ایگریک روشن فکری یا روشن فکری ادیم بین ام جریان روشن فکری بزن کنه آیا هیا اون چننه که دیتنامه ده هیا ایجاد از دبر روش که ملحق به جریان روشن فکری بم از وقتی ملحق به نقش آخر جندی و ریکوپیک جیناند به اون گلتی موسی محبن یعنی از خانکی هم برخواب قضیه مثلا آقای دکتر فرجی روشن فکر یا روشن فکر نه خب دیدنامه در هندی قصیده جایگاه روشن فکری هم و هندی قصیده نه مثلا دوجی روشن فکر یعنی از مینه خانکی برخواب نه ام وارد مصادیق آبن آقای دکتر یعنی برای جامعه متخواد زانی جامعه که یعنی رگی سنتی هم ببینیم اینجا میزیده هره بیشیده جم محبه خود دست بگیره جم خدمت و عرض که نه واقعا از جو و اتمسفر رو که سرمکش که حاکم اصلا نخبه من حالا چه شامل جریان روشن فکری بین چه نبین کش که متاثر کننده یعنی هم دکان به آداب و به ادبیات که گلت چیتر هم گل حفظه کن هم وجی هم دکان خو اصلاح کن دکان تمرینی بکن دید که مثبت های دکتر دبی محبه یعنی بحث و مکش که جنابت از فکر دیکم در دید که برای شاید مستاصل استیصال آور در نسبت به قضیه هست اگه که کردی برای فرهنگ و کردی جناب تا رخنه‌دگی چه افکاری چه ندیم وقتی هم دبیجن مثلا حالا هم بی سهروردی کرد نبی حالا 20 کرد اون کرد نبی برای هم بیجن وقتی فرهنگ و کردی نکایه به اصطلاح فیلسوف که چه کم بینن آسیب شناسی میکنن بینن ساختار برخواب نکنید چرا اتشتا چه نبیه خب گلا شخصیت واقعا مزاج اینو کرده ده چه به هر حال برخواب نه ترکا ده دو یا سه فعالیان یک کرد حالا کاندیدای جایزه سالهای نوبل نه البته که جیموس نه دکتر جناب تحت خاورمیانه دم گلم ملت هنو هبونه که ویگو قدرت و حیز و سیاسی اون امکانات اون گل هبیه ولی خب مجی گویا که اون هم بدن برهب یعنی دستکفتی محنه و مبو گوته نیتش هم نمونه جناب تر عرض که برای خوابه ده سیستمی وقتی هم هنکی تجزیه تحلیل کن شاید هم فکر کنیم که به حالت به اصطلاح ناامید کننده هم درک کنن حالا جناب تر از عرض کنم یعنی یک بحث دادی در وقتی هم بحث نظام خوشبختانه یا متاسفانه هم اکثر بحث مزدود چست دزلق انتخاباته نظام چرا انتخاب زمان رتاچی که دکتر چون عرصه دن یعنی واقعا فراهم ننن به هند انتخاباتی ده هم میتونه بشه نو جنوبی تا تدبیجی بحثا کو چرا هم دک نهوار همون بحث که گلا جندی تا بحث روان شناختی که ای دکتر اب بود روان شناختی و که آنکی بیاد خب ایش درد تشتی که 100% حسیه حالا میگو 100% 99% حسیه یعنی تا حس دیگی تا عقلانیت نه تا حس دیگی اب کسی کو مثلا دیگه هوار احساسای هست حتما ایشی که از فکر که من ایشو جانه که هم بین که هم ایشوی جانه آسیب شناسی بکن هم سرکوفتی بیدن هم تحقیق کن تا چرا دیگه از وی دیتنو و از رخنه لیده گیرم از وی دیتنو و رخنه لیده گیرم ادامه های درجی و اینه جناب درجی به هر حال درست نیست خب مجید برات وانست داره همه برخواب داره دکتر اتاق فکری آن هبونه رابان نشتنی آن هبونه داستان و نظام چند نفر انا همون به هر حال جز همان تشته کو
به اصطلاح همونه فکر دیگه کشتی قیاس کرد یعنی نامنصفانه هم بین خواه یا کسی که امکانات مگیگ نه هم خواه گلون قیاس بکن به شکلی از فکر که من حالا گلاجی هم نبکن چون گلای و هم بحث خارج دارن هر جور دیگه مسائل دیگه پیش که شاید هم همون شده برخواه من عرض کرد اینکه هم راجبا بحثا کمیت اینه که نه کسی که حتی جایزه نوبل جیبردی یعنی کیفیت نه نه و من عرض کرد جامعه رونده خوب تیده کرد اول رونده زمانی خوب قومه که حالا به قول جنابی تا ملت که تعریف در واقع سرخورده دو آمال آجار که داری جیانه دانشگاه اول ایراده؟ نه حسنه من عرض کرد حسنه بس روش وقتی از بیجه متفکر کد مدد و چنینه اول که وکی مارکس که اصلا زیر رو کرد جامعه قیاسا که معرفاره من از نخواستم برای خود دیده او مفهوم روشنفکری وقتی تو دینیه لیره تحلیل که خوب تو دبیا مصادیقی لیریش بین لیره رخی که تحلیل که مقایسه که کمزون جامعه ما چه که مقایسه که ظرف زمان و مکانی از خواستم اتفاقا مقطع که مثلا مارکس رشد کرد یا او فیلسوفی که جنوبی تا اصلا تو مجبور بو خاطرانده که جلسه گرم که وصل به اونتا بو متفکره که کرد لیره بحث لینه که دایره روشن فکری تعریف کرد ایرانی نه عرض کرد از خواستم عرض کردم که ضعفه به هر حال ایرانی داشت بشتی مولا صدرا من فیلسوف و روشن فکر من نبی او کسی که دورا مشروطه دا بود نظام تحقیقات فیلسوف نبونه او نه زورتر در واقع انسانیت حالا روشن فکر شبه روشن فکر هم بیشن انسانیت بتونه حالا جامعه از خواستم عرض کنم جامعه کردواری جامعه که داینامیک دکتر از او تو دیدو نبن برادرید ما 40 نفرید که رخ کیلگو تا رنشته دیدو بن و دیدو نبن او جامعه دی حرکت ها خوب بکن یعنی حرکت چون جامعه که سرخورده دو آمالت خوب گرد و تو سرخوردید جا که ارشی که منفی برای خودی یا مثبت هست سرخورده از اینه متوجه نمید یعنی توش که نظرات مقصر این سرخورده اون باشه سرخورده نه اتفاقا نه جامعه که به هر حال پروژه که تاریخی دا که دشیا هنده خلع آداد تجرکت خدا قراغ واگرایی چی کرد او جار تخوازی این او واگرایی یا خونیزی کرد و سهیم بیت لبخشه که قدرت حالا شاید آخوندان واگرایی سیاسی هست پس منظور جناب ده واگرایی سیاسی هست حس حضور جنی هم جامعه مثلا وقتی از وارد شهرت به خب از مظاهره هنگی که فرهنگوم تدارس صریح از بشم فرهنگوم نموده که فرهنگوم تو شارده بود از نو بینم از بینم برکا خیابانا ولی اصلی از بینم مجسم و سلطان خون البته که دبیا حبید اما با شرطه که مثلا مجسم و مستحجر برمان یک نماد مثلا سریع خیابانو بهداری او جامعه خود به خود علت چیه آقای دکتر آخه سر درباز نبر علت بیشه علت چی کرد از احساس که من بحثا روشنفکری بشنده نه هر بود روشنفکری در برخواب دیده تو نه برخواب علت چیه که روشنفکری که برخواب هر بود روشنفکری در برخواب دیده در اول مثال فکتی ناندن علت های چی که خب برای که موسی من روشنفکری اومد چه بیاد علت ها ما اول کار مطالگری درست حسابی نمیتونه خب چون مگوتی نوع خیابان که بگنم ما عبدالقادر بیزاوی خب هم دزان از نظر
دینی، از نظر اخلاقی، از نظر عرفی، از نظر قانونی خواسته که کاملا ساده. خب وقتی اول نوعی کردن اوی خطای من مطالبه گری نزانم اوی گلبان نزانم از درخواست نه دکتر نه از بارهای بار پشت تریبون با عنوان مستمر رونشتی من طرف حالا برادری تا پشت تریبون درو هستید بیشید دا از تو برادری تو دبیا ظلمی من نکه 5 دقیقه آخری کاملا رادیکال قصد کابیت دستاور به هر حال شهر دو منطقه چند فرهنگی دو شهر قدرته دو نظامه منظورم من او کسی او که تو قاعده بازی تو نظامه آخه من مثال ترالید از بی فرمایش تا قبول نکنیم از بیجم کسی که داور بازیه شاید عدالت رعایت نکنه خب او خواسته او مطالبه اشکال چیه و چرا حتی نهادی قبول کرد او بحث نوعی ماموستا عبدالقادر بیزایی یا 100 سال پیش نهاده این نه خب وی شهری در زحمت کشان دیگه بوی ملتی انسان که جایگاه که انسان که شریف جایگاه که کاملا مقبول نه حموده نه سیستمی دهی که جناب تدبیجی خب برای سیستم جی کاملا تشتر تاییدی که ماموستا الله توی چی که اول نوعی قبول کرد اما مطالبه آیا از رادیکال قصه رادیکال ام آخوتنا مطالبه خود دادی مخوبه اصل کرد فانتزایز جامعات تصوری دادی مجموعات تصوری چی از روشنفکر مطالبه کم اما امورات کردی در وخر بومه مهم تو کانالی از لیدن به نوع فلان کانال از به نوع فلان طرف حکومت داریه آی دکتر تا پاسخ سوالم نداره فکر کرد آخه نه ابتشتی فکتی بی نبی جوی مطالبی در اون نقطه هست سا ابتشتی تو بجی ذاتا نه چه جی دنیای در نکنم ایرادی سر بگین خواه مثلا در احساس سمپاتی هیا خب طبیعیه من همین احساس سمپاتی گل مثلا بله از خیالات در راحت کن بخاطر اندی که او جمله نکرد دستاویز بود مباحث خیال خود راحت کرد کشتی دوله که خیال باشه دکتر جان چه تی بیجی از او مباحث از فکر کیم تا جوابم نداری دکتر جان از تبعیض به تمام معنا به صورت سیستمی تو شهر ارمیه داره بس لیره یک او کسی که تو خوازید تبعیض کی دهی تولیده بای دکتر هر خود به خود جیکی در شیم بیا تبعیض نه او تبعیضه مولد تبعیضی کی هست مولد تبعیض او دستن در کاری قدرته تمام اجالی رو تمام او هنده درست از به صراحت بیجم اگر جرا اول خواسته تا او به سریع تمام نظام تبعیض به تمام معنا هست از شاید دوست برادری کار آفرینی سیاسی شاید خفای دا بیجم من شفافه بود تبعیض هست دوشان اما دوست برادری چلتن تبعیض تشدید بگن حتی برکا تبعیض راست عمل کردید وان رفتارید و متناقض مرکز سردرگم بگن چه رفتاره که گرمون بیده حالا هم بین بحثا روشن فکری باشه در آخر سوالو دلیل رو این سوالی بود که حالا تحضر که جوابیدی بلده بحثی 40 نفر رو تکر رو بخشه حالی یادا البته 37 نفری مایی دیساجی چون چندین بار ناو لوان ها دینان هم دیساجی دعوت بکن همه حق هیا بین و آخوتنی خوب بیجل و لیره هم گهداری و بیسری نظری وان بنجی ببوره و بیعدمی میکنم حالا بحث چل کسی دکتر امریکی حالا از دیجی فکر که من هم گفت که ویدهی ما چند مدتی چه ایراده چه نگفتم من تجربه جور بجور دست خواهیم تجربه من شکست خورد اول به یه علتی کارنامه من چل کس کارنامه من دارای با چه ایراده چه کنم که جناب ده گل هم فکری خواه یا دوستیده کنم که اون پیشیده خواه چه ایراده چه نه اصلا اول نشانه پویایی یا جامعه گیره خواه هم بین سرکوب دیدم و اون چند نفرم چه ایراده
ما دبی آسیب شناسی بگیرن دبی اقتصاددان البته خوازی هست که جریان روشنفکری من نه نظام چرا دستپی کو کوتاهی و گودنی من حدیث انتخاباتی دلیل هست دکتر من روشن فکر نینم مجبور بحث جریان روشنفکری بحث جریان آقای دکتر تندرست تدریجی کو من روشن فکر هنه و من باشتره کو ام بحثا جریانا روشن فکری بکن آقای دکتر فرجی اصلا من روشن فکر چنین از سوالی که خواستم بپرسم و به دو جرا اول جنابیت کو روشن فکر نمایندی چه تشتکیه لوی جوان که دا روشن فکر نمایندی چیه گره چه بکد حالا سوای بینید که جنابیت دوجه هیا و جریان روشن فکریه دیگه روشن فکریه دوی چه بکد خدمت و عرض کنم دی سوال البته گفتم سر مصداق روشن فکری اون هم بیشتر فلان کسه اول جریان روشن فکری هیا یا جامعه آمده هست واقعیت خب البته زورت بکیشون تعریفی برای خوابیدی روشن فکری وارد جامعه شناسی داده برای خوابیدی وارد سیاسی داده برای خوابیدی قاعدتاً گلر حالا متفکر اندیشمند سروی هندینه که روشنفکر شاید جز طبقه کم نکنن جز طبقه که گریدن خب باریده گرام چیزی نظرهای اوه که هم نکنن گریدهای فقط طبقه که خاص بکن واقعیت روشنفکر دکوه روشنفکر که چپ با روشنفکر که راست با دکوه روشنفکر که دینی با دکوه روشنفکر که سکولار با و گلت جا اصلا هندک تعریفات داده که هیک و خود کسی که به اصطلاح سیستمی دانجی در واقع منظور قدرت سیاسی دانه اوجی به نوعی که در واقع روشنفکر دینه حساب کردنی ولی روشنفکر نخبه که جز طبقه نخبه که منظور این کسی که خب به هر حال شولای گل اندیشه و گل تفکری خود روزمرگی دقتی نه هنکی هم بیشون حالا بحث و تحصیلاتی سرهندی گل از تأکید این که کسی که خود روزمرگی دقتی نه اندیشه ده که تفکری ده که اوضاع و احوال که ای روزی هایی ارتشتا که حاکمه چه نظر فرهنگی چه نظر اجتماعی سر فکر ده که نقصی ناست ده که و وانا نقد ده که یالا جایی حق قرار نه حتما ده بی راهکار بده ولی دست بی کوئی معرض که از نظر طبقاتی تو نه کوئی طبقه که خاص شیره در نظر بگیرید دکان همون طبقه بود دکان طبقه مثلا بورژوا و طبقه کارگر بعد نظر اقتصادی تو برای خواب دیده عرض به حضور از نظر فرهنگی تو برای خواب دیده دکان متعلق به همون طیف فکری با ولی تشتا که هی نقد و فرهنگ و تو دی دادانه پیشی و خواب نقد و قدرت و حاکم دادانه پیشی و خواب قدرت ها به اصطلاح آنجا هژمونی فرهنگی و چه هژمونی سیاسی با یعنی از گل اینا موافق نیم هن جورجی اصلا گل جامعه شناسی نظر متفکری نظر من همچنین کن کلی روشنفکر راجی اصلا جز طبقه که خاص بزن نه گل روشنبیر روشنفکر هن سیبرها به قول افکی که افکلی نو چپ بیولی او راست او دینی مذهبی او سکولار به هندی از فکر که از طبقه که خاص به عنوان با روشنفکر ناس ناکم وی تشتی فکر کنم وی زاویه ده برخواننده ده زاویه طبقاتی ده ولی تشتا که هایی جریان روشن فکریه 100% جزء ملزومات و سیستم مدرنی که باعث پیش کردن که باعث توسعه ده از فکر که چطور وار فرهنگی ده برای خواب دیدن نو ملت که ده هم بقول دکتر فرجی نو قوم که ده برای خواب دیده وقتی جریان روشن فکری ده باعث پیش کردن ده باعث توسعه یافتگی ده برای خواب دیده تاریخ ها اصلا تاریخ ها علم ده برای خواب دیده تاریخ ها اجتماع حالا اروپا ده که معمولات برای خواب دیده اولا یعنی در واقع روشنگری اصل روشنگری محصول خوب فکر و تولید روشن فکر رو بیاد یعنی اف سیستم ها هنکی به اصطلاح ادامه پیدا کیه و از فکر دکم تازه مفاهیم محتواج فرق کنه حساب که مثلا روشن فکری 2-3 قرن پیشنهاد در دغدغه‌های شاید آزادی بود شاید آزادی خواهی بود شاید سر تاکید سر عقلانیتی با عقلانیت مدرن بود نه از قضا جریان روشن فکری و کوهی کاملا ضد عقلانیت مدرن اروپا ده کاملا و عقلانیت مدرن یعنی و پیشرفته اصل پیشرفت که پیشیده همون نقد کرد یعنی هم نکن به اصطلاح شناسنامه که کارنامه که خاص بود جریان روشن فکری هم مشخص کن ولی کسی که دل های نقدی بکن کسی که هدف های اصلاح
و قطعا این روژه از فکر که جامعه ما اگه هست که پیش بکرد توسعه پیدا کرد حتما نیاز به جریان روشنفکری هست و متاسفانه خب مملکت ما در ایران در جریان روشنفکری نکاید جیو خود درست پیدا کرد امنا بجا همونجا خطای به اصطلاح قدرت سیاسی که نکاید روشنفکر رو درک کرد از فکری که روشنفکری که ماسیون هبونه که باش خواهد تحلیل نکنه هر جامعه کردی در جی هم بیند کن یعنی بس بدن جامعه کردی در امنا بجا که هموتش مثلا حالا تشتا که دکتر هموتش مولدی بی تبعیضی او کار به دست مشخص مجید کیماسی جریان روشنفکری کیماسی ه و جریان روشنفکری نقدی در خود دست ببینه قطعا سوی فکر کنم خلوت یا یکی جناب تا اول بود اگه سوی هندی من ببین هم بذارن جریان روشنفکری نقد بکنن و حالا تشتی جا طبیعه ما دکتر فرجی ببورن در باس سنتی که دکتر فکر قیاس که هنگی دست کرد اون مثلا نخبه اون جلتی از گلوی تشتی موافق نه مثلا یک جنسی جنه نه یعنی به شکل کم هنگی چون مثلا آقا هبونه حالا شخص اول مملکت وقتی اون قصه که ایرون نکن خب تشتی امری زاویه دیگه اصلا برخواه نمیده این روژه دغدغه روشنفکری قطعا توسعه پیش کردن مایه پیش کردن ملتی مایه چه مملکتی مده چه شهری مده 100% دغدغه جریان روشنفکری یعنی توسعه نیاز به جریان روشنفکری هست و قطعا خود توسعه باعث و جریان روشنفکری بالنده به این نظام سوال رو هم چند حسی کشکی کرد میدون گلده سپاس گلک صاحب آقای دکتر فرجی جناب تا وکی کسی که کتود بیجه روشنفکر مچینین و او کسی که هنیجی شاید گروه وکی جناب تا بیجه اصطلاحات بخواه کارآفرینی سیاسی نه یا هندک فقط مسئولی وی هندی نکو ستاد دسته 15 نفر رو بلنکن یا فقط هندک دنگی خوب بنسره او نه هندک فعالی و شارعی نکو لمقطعی مختلف دادیم وارد بین و به نظرات روشنفکر نیه حالا به نظرات روشنفکر گه نمایندی چه تشتکی به و چه معیارک تهیه کو تدبیج روشنفکر او نه هیچ شکل روشنفکر نینن و روشنفکر دبی چه بن و کی بن باشه اینکه تشیل آخرا بر سوا خود بحثا کو آقای دکتر تندرست بحثی کرد او بحثا روشنفکری سنتیش بکی ذهنکی حافظه کوتاه مدت زور ضعیف است خواستم پیش تا بحثا جوابای دکتر بدم پشتی هنگام جواب سوالات جردیش تکرار که اگر از بشه البته قلم کاغذی به ادبی من نه اینونده کم که آقای دکتر کم که خدمت جنوبی بزرگواری حالا بلالی دکتر از بیجم روشنفکر چنینن دکتر قدم ادیته جهالتر چی بحثی جریان روشنفکریت کرد روشنفکر به نظرم به داوریام اوه که دبیا ذهنکی خودبنیاد هبید دکتر ثبات فکری هبید تو کسی که بینه لعورمیه دا گل فکره که دو سال دیتر گل فکره دیگه 5 مانگه دیگه فکره دیگه اوه جریان نینه دکتر جریان روشنفکری وقتی تو بحثت کرد تو دبیا حتما من بخوشد چارچوب که تعریف که جریان روشنفکری تو بومه توش بحثی مش فقط و شوریه درسته؟ تو بومه تعریف که جریان روشنفکری بکد نه عرض کنیم یا پشی کتاب نه ببینه دکتر جان جریانی از وی تفکری کو وضع موجود نقد که از بینه با ما جریان که روشنفکری ناستیم البته من عرض که وقتی جریان روشنفکری هر جریان روشنفکری خود پرنسیبه که منظورم جریان روشنفکری سطح جریان روشنفکری انقلاب فرانسه ده که نه جریان کو نقد که وضعیت سیستم سنتی جریان کو در واقع نقد که به نوع حالا اعتراض ہے و نقد که او تشتو کو جنابی تدبیجی مثلا بحث به نوع حالا بحث تبعیضی اینا نقدی که خب اول دیگه واقعا جریان که روشنفکری از وی نماست سوال بیرژن که اسلام آباده بیرژن که اسلام آباده
بیراجن که محترم به حسین آباد اسلام آباد وضع موجود نقد دیگه بیجین من نان میه ریکام اصفار نگیرینه لولا آوی بو من نهاتی آیا نه روشن فکر آیا جز جریان روشن فکریه البته از ظانم از زور دی باستا پبید که طرف آهنده فعالیت نه دکتر این که تو نق زدن که بگه مثلا منظورم من مخاطب کسی دیگه نق زدن که دیگه بگه این آخوتنی پیچه که آبکی علمی بدهند در مفهوماش در ببین اضافه که اما ناب در روشن فکری روشن فکر ثبات شخصیت روشن فکر دستاوردید که قراره بود جامعه اوکه کرد خودباختنی نه بو هر الگویی که چرخش منافع چنینه از نابینم دو میوه که فکری دو شارد و بده دستی من که دستاورد و جریانه که روشن فکرانه بید از بیشن بلی دو شارد اکتور مقطعی کارآفرینم دکتر اوی دکتر ببوره ها معذرت بخوازم به هر کارآفرین نوع ادبیات سیاسی تده خوب میجردی کرد راستی از گوشی گل موافق ننم عین بینان داستان روشن فکر نمای بیار به هر حال در واقع داوری که ارزشی دیگه از نابیجون توای فعال سیاسی همو به هر حال کارنامه که مثبت و موفق هنه یا مان نکنه به هر حال وقتی جناب باز و کارآفرین سیاسی دیگه یعنی در واقع داوری که ارزشی که منفی دیگه به هر حال هندگی هنن آدم ولی تا وقتی ببینید کسی کو توای اون کسی کو از فکر دیگه ادبیات سیاسی و درجه اول کسی کو به وارد حالا به ارسال ساحت و مطالبه به نوع کارآفرین سیاسی دانم که از گل موافق من براتش که اختیاریه ولی از بزار مثلا برسا جنابی تا آیا اف بیرژن روشن فکره حالا تعریفو که برای جهانگیری که گرامشی در بله اوج روشن فکره ولی خب دیدا که ام باسته که نه چون متدو به هر حال متد علمی و روش علمی در واقع رعایت نکنه یعنی از جزء بسراوی گوید سر جامعه و نکو از سر جامعه تاثیر گذار و هم نکو از جریان روشن فکری و یک شرط جریان روشن فکری و روشن فکر اول که تاثیر گذار و یعنی آثار گودنی هم جامعه در ببینن خب نخبه جنوبی تا آثاری دیدن وقتی وقتی منظر روشن فکری در برخوابت قضیه در جنوبی تا وی گوید جزء بسیار نقش و رول روشن فکری تا هیا برای همون بحث اول جناب از فکر این تدبیجی فوتبالیست مثلا دست گلانشی چیزون باش یه سطح شهرستان دیگه فوتبالیست که حرفه‌ای مشهور قیاسته که از هنگی برخوان مقضیه معذرت خواستم از زور شاید غیر علمی وارد بحثه بیم اما هدف بحث به هر حال بگه در سرانجام دکتر اتفاقا یک نقدید که با جریانه هست جریان کارآفرین و آنه اوه که جامعه خون ناناسه روشنفکر اساسا جامعه خون ناسه روشنفکر اساسا دیتابیس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی بر اساس و شاخص جامعه تعریف کرد فتوفن رمزا و هندش شکستانه چیه دکتر؟ یه آسیب شناسی بکن قطعا آسیبه قطعا نساخی های جریان روشن فکر من نساخی های ساده بیجم اکتور سیاسی روشن فکر میره آی دکتر داشت که بیجم برای که خواهر روشن فکر دکتر هر تیپک به دکتر ژورنالیست روشن فکر به دکتر از فعال سیاسی دکتر روشن فکر به جناب تا که مدرسی دانشگاهی دکتر روشن فکر بینی ام سر تیپا به هر حال سر تیپی و مثلا یه حرفه‌ای هم دکاره حالا جناب تا تدبیجی اول وی گای فاز روشن فکری در نه جریان روشن فکری در نه یا آقای ایکس یا آقای ایگرگ به دلیل اگر استدلال جناب تا متقابلا چه قسمه سرچند اجی گلتا هم داستانم وی قضیه ده اگر وی ولی ببینی کل جریان روشن فکری ام ببینن کل جریان کوهی حالا انابجون جریان که بالنده قطعا جریان که بالنده نه جریانی که تازه سپی خود در های بسکنه خوب هندک
فعالیت دستاوردی اون تیم همون آقای دکتر از نو وجود چنبی از گل وینه کشکی هنکی 0% از گل موافق من گل دوستان از وینه دیویژن ام دیویژن ام جریان روشن فکری و خواه حالا چه از دیویژن متولد بیه و معظم نبیه نمو پیدا نکه جناب دیویژن نبیه ام دیویژن بهرا به عنوان نخبه هر کس جایگاه خود در ارکای اول کو ام زمینه که مساعد این کو او جریان روشن فکری بکو خواه بگیره حالا جناب دیویژن کو بحثو از گلوی حالا دیگه وجه کشکی از موافق نم کو تغییر شخصیت وقتی مثلا تغییر نظر داده صرف تغییر نظر پوینت منفی نه اون روشن فکری نو وجه سوال ممکن یک نفر 10 سال دیگه نفر همه چپ بونه پاشی 10 سال دیگه راست بیا مثلا اصلاح طلب بیا محافظه کار اما نو من چف کوی چنه وکودن نمیدونه دکتر ام هانکی برای خواه بدیده تدبیجی مثلا تا مارکس بیده حالا مارکس به نوع شاید معظم ترین فیلسوف حضرات دادی بود جا که عرض به حضور نظرسنجی که منافقیم مثال عرض کنیم آیا نتیجه تفکر مارکس چه بیه برای خواه بدیده تفکر مارکس نیویا دنیای 50 سال 100 سالی بارای خست خواهد شاید نظر خب ببخش از روی ندل همه بیجون ندل همه بیجون خب آیا روشن فکر نبیه یا روشن فکر نما بیه نه روشن فکر بیه ولی درست فکر نکیه تحلیل های درست نبیه ام دبیجن اگر ام دین روشن فکری هستیم به صورت گل قصه کن وقتی تحلیل دکن دبه تحلیل های درست بر دبه درست نبه دبه تشتو که گوتی راست بر دبی راست نبه ولی اوه خواه وی تشتی بین نبه که مارکس روشن فکر نبیه مارکس روشن فکر بیه ولی نتیجه روشن فکریه حالا البته بحث که دوستی من یک چپ نشکه گلت توره نبه منظور نه اینکه ام بین همون تشتی ولی خب ام نتیجه هایی بینن تفکر که مارکس اینان دیو و نیویا دنیای چاختی لی تبعیه که نه نتیجه هم بینه دکتر حالا او مثال مناقشه نیست هم مثلا حالا مارکس حالا تعویلت لفکر مارکس نه خود مارکس مارکسیست نینه او بحث دیگه اما دکتر تو بحثی جریان دیگه از متحیرم کیش جریان از فکر کنیم دایره روشن فکری در گلا کشکردیه در هم کشکردیه دی کس دیده حالا شاید نهایی جینابه شاید 2 سالی دیگه جینابه نه این مفاهیم به صورت روتین گیرنه دستی خود جریان روشن فکری حرکت نظام دا نهره های فکری جریان روشن فکری نساخ ایرانی ده اصلا نیه که حتی نساخ بید نیه حتی نساخ بید دکتر مکه ارمیه دا که نقد کرد سنت اجتماعی نقد کرد واسه پایدار استوار را هستید و هزینه رو تحمل کرد هم باسا کسان نکنه هم باسا تفکری وقتی از بیجون جریان بحث و معمول نم قیاس کن گل مثلا جریانی که تاریخ عوض کنه بحث و ارتش تو که موجوده از بیجون ولی که بیجی آداب و اخلاق رعایت نکرد اجی گل ده هم داستانه او شخصه 100% جی نقده و 100% جی وی لحظه بشونی جز جریان و روشن فکری نه و به قولی احساسی هم هستین خیانت بکیه روشن فکر اساساً بوهندینی نه که حواری بکردن مرد جامعه خون نناسید تو نشه روشن فکر به جامعه نناس کار کردید من جامعه ما چه بینه به جز فلاکت از داستانه که بیشم اما حتما ضبط کرد همه ضبط بید دکتر نه حتما همه ضبط مثلا روشن فکری مکر اینا ها باورین عشیرتی کسری بیدهنه ها باورین قبیله گوهنه ها وقتی دوی کار آفرین یا گوهه اینا ها دانا شینا بیره شینا زانسته شینا اندیشه دوشی هایی بیشی دکتر جامعه کار روشن فکر تولید کرد جامعه که خود انتقادی اجتماعی هست او رو که برنامه تولید دبید رگی یا گرک و اوکت کرد او جامعه هیچ نگشته
خود انتقادی اجتماعی که حتی هم بحث کردن که روشن فکر دیدن جماعت توسعه